کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 15 یونی سال 2022 با استناد به معلومات قسم نوبت‌داری‌اش خبر داد که شبانه روز گذشته در کشور یگان حادثه فوق‌العاده طبیعی و تکنگینی ثبت نشده است، ولی متاسفانه با 3 ایالت در آب غرق شدن شهروندان ثبت شده است. از جمله صبح بر وقت 15 یونی سال 2022 تخمینا ساعت 05:45 دقیقه در ساحل آبانبار صنعی در قلمرو شهر بوستان ولایت سوخت جسد یک پسر بچه یافت شد. معلوم گردید که او ساکن شهر بوستان بوده روز 14 ایون از بینظارتی پدر و مادر غرق شده است. همچنین روز 14 ایون هنگام آببازی در دریای وخش بر اثر رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری یک ساکن 19 ساله شهرک باختریان نویه کوشانیان ولایت ختلان غرق شد. بعد دریافت خبر ناخوش دسته نجات حالت فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه سفر بر شدند. جستجو تا ساعت 23 دقیقه یعنی تا فرا رسیدن تاریکی ادامه داشت، اما به نتیجه صبح 15 ایون عملیات جستجوی غرق شده از سر گرفته شد و هنوز ادامه دارد. همین طور 14 ایون سال 2022 تخمینا ساعت 18:52 دقیقه نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ساحل دریای پنج در نزدیکی دهه پاسخوف نویه روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان جسد یک دختر تخمینا 15-20 ساله را پیدا کردند. تشخیص نشان داد که او یک دختر 20 ساله ساکن شهر خورغ بوده است که روز 6 ایون از خانه بیرون رفته دیگر برنگشته است. طوری به نظر می رسد این دختر نیز خودکشی کرده است. یادآور می شویم در روزهای آخر این الکی سیومین مورد با قصد خودکشی خود را به او پرتافتن ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان است. در یک مورد یک زن 20 ساله ساکن دهه بدون جماعت دیهات یزگلام نویه ونج را پیدا کردند. این زن هنوز روز 1 ایون خود را همراه پسر 1 سالش به دریای یزگلام پرتافته خودکشی کرده بود. سبب خودکشی این جوان زن معلوم نیست. جستجوی طفل 1 ساله ادامه دارد. همچنین روز 12 ایون سال 2020 یک ساکن 55 ساله دهه برواز نویه روشقلا خود را به دریای شادره انداخته دست به خودکشی زده است. ساکنان دست جمعی به جستجوی غرق شده افتادند و ساعت 15:50 دقیقه جسد او را پیدا کرده به خویشاوندانش سپاریدند. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان نام برده می شود.